استادی پیدا شده به نام اسکندر که خودش ابو محمد مدنی میگه. یکی به نام ابو محمد مدنی، الخصوص شخصیت به نام محمد مدنی که امروزها ویدیوهای او را با سرعت بلند میان مردم پهن کرده ایستاده‌اند. اسکندر خود اگر مردک میدونی ابو دجال. ابو محمد مدنی اسکندر چی بوده است؟ من اول اقرا خلاصة الكلام الذي قال ابن جرير الطبري فيه. الله سبحانه وتعالى نگفت فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه يصيبهم عذاب الیم. میگی تا حالا نفهمیده بودم که شما شیعه رو تکفیر میکنه. خب من بهت میگم، من میگم شیعه کافرن. هر کسی که شیعه رو تکفیر نکنه. صالت فأين عهد الحواسم أبات نذود ذود القشاع أنت دقيقة اسمع، أنت تجيب في أول مرة تجيب السؤال بالشبهة. دروغ دور خودش هست برای که علم حدیث نمیتونی با مسلم از همون حدیث روایت کردن شون هم نیست. اما ابو ابراهیم تو فوضی اصلا تیگون گفتون اما ابو ابراهیم فوضی تو اصلا تیگون نمیدونه. بیا همون بیا بیچاره دعوت میکنیم این جاهلان رو، این بیچارگان رو، این مسکین ها رو، این بیچار شده ها و مذهب جهمی رو به صفحه خودمون در ایمو به علمین صفحه دعوت میکنیم. کدام روز که آماده شد بیاید و درون مردم زیاده از چند صد نفر مردم گوش میکنند. همه کانال ها رو روشن میکنیم. قسم با الله با حجتی شمشیر قرآن و سنت این ما البته که کی بودنش و کی شدنش رو البته نشان میدیم و مذهب جهمیش رو سربریده خواهیم کرد.